آیا می‌دونستید که زکریای رازی به تمامی ادیان و پیامبران دیدگاهی انتقادی داشت و معتقد بود که پیامبران شیادانی بودند که در بهترین حالت از اختلالات روانی رنج می‌بردند؟ رازی در آثار خود از دین و مذهب به عنوان پدیده‌های غیرعقلانی و هواپرستانه یاد کرده و معتقد بود که شریعت‌ها مردم رو به گمراهی و هلاکت می‌کشونند. در کتاب‌های منتسب به او مثل فی و للمتنبین که نام‌های تحقیرآمیز دیگه‌ای مثل نقد الادیان و مخارق الانبیاء برای اونها به کار برده شده، رازی به شدت علیه مفهوم نبوت و وحی موضع‌گیری کرده. اون تاکید داشت که عقل انسانی بدون نیاز به دین یا پیامبران توانایی هدایت انسان‌ها رو داره. این دیدگاه با مخالفت‌های شدید عالمان دینی روبرو شد و آثار اون در زمینه نقد ادیان تا حد زیادی از بین رفتن. اون حتی قرآن رو به عنوان مجموعه‌ای از افسانه‌های متناقض و بی‌فایده مورد نقد قرار داد و به معجزات پیامبران نیز باور نداشت. به نظر اون معجزات چیزی بیش از افسانه‌های بعد از دوران پیامبران نبودن و انسان‌ها نباید در پی این گونه ادعاهای غیرعقلانی باشند. این باورهای ضد دینی و نقدهای تند اون باعث شد تا برخی اون رو ملحد بدونن و دست به نابودی آثارش بزنن.